سلام دوستان عزیز. با آغاز سخن سری ترانسفرهای زمستانی میتوان گفت که بازیگری جوانی ریال مادرید بر علو روشن میتواند سری عزا را در مادرید بخورد، زیرا اندریک برزیلی هرچند که هنوز در آخر سال 2022 شرطنامه کاری با تیم آنچلوتی بسته بود، دعواگری اصلی بهر رقم 7 می باشد. اندریک از پالمیراس با دسته شاهانه شرطنامه مولدش تا ماه ایول سال 2027 امضا نموده بود. بازیگری که از برای 60 میلیون یورو پرداخته شد در سال 2024 به مادرید می آید و تا این دم باشد در شکل اجاره در تیم فعلیش بازی می کند. معاش کاری اندریک باشد 2 میلیون یورو می باشد که این حجم مبلغ از معاش بازیگری دوست داشته‌اش با نام رونالدو 100 مراتب کمتر است. دسته پرآوازه برزیلی با نام فلامنگو باشد بازیگر اسپارتاک مسکو با نام آیرتون را خرید و شرطنامه مهلتش تا سال 2027 برایش تقدیم کرد. این بازیگر هنوز در ماه مارس سال 2022 به صف فلامنگو با حق حتمی خریداری به اجاره روان گردیده بود. در 41 بازی تیم برزیلی او 2 گل دارد. به صف اسپارتاک باشد آیرتون از فلومیننس آخری سال 2018 گزارش نموده در دسته سرخ و سفیدها صاحب آماری 108 بازی و 4 گل است. تیم دیگری وطنی پله با نام اتلتیکو مینیرو فوکس را از سسکا به اجاره 1 ساله گرفت و این هم معنای آن را دارد که بعد گسیل گردیدن تیم های روسی از یوروجام ها برزیلی بازیگرانشان را به قول وصف می گیرند. پیشتر معلوم گردیده بود که از برای اجاره این بازیگری 23 ساله سسکا $400,000 از اتلتیکو مینیرو می گیرد و بعداً بازیگری تیم برزیلی می تواند برونو فوکس را با ارزش $5 میلیون خریداری کند. در بازار زمستانه ترانسفری باشد بعد انجام جام جهانی قطر 2022 طلبات‌های بازاری کلاً دیگر شدند و وابسته به درخش خاصه بعضی از بازیگران موندیال قطری بیاید نظر کنیم که بعد جام جهان کدام بازیگر حتما خریداری شد و کدام باید که در فرصت‌های نزدیکترین پیراهن نو به بر کند. کودی گاکپو 23 ساله چون بازیگر منتخب نیدرلند و باشگاه PSV خود را به طور نشان داد که حتی کلوپ هوشمند را مجبور کرد تا به لیورپول بیارندش. دسته خصیص در پول مصرف کنی اخیراً برای گاکپو 37 میلیون یورو خرج نمود. یوشکو گواردیولی 20 ساله از RB لیپزیگ در صف منتخب خرواتیا بازی را نشان داده توانست که بعد مبارزه با او نه تنها نیمار گرفت و مسی اخلاقی کرد بلکه منتخب خرواتیا چمپیون هم شده نباشد ولی به مدال به خانه برنگشت. هرچند که تا حال گواردیول و گواردیولا هم دسته نیستند ولی 100-120 میلیونی وعده کرده من سیتی برای این بازیگر را چلسی میتواند با پولهای بیشترش از دسته برزگانی ردبول به فراموشی برد. چمپیونی مسی و آرژانتین در پیش چشمان شیخان پولدار بیابان پرست نه تنها شان و شهرت آدمی غیر زمینی را باز هم بر سما برد بلکه یک زمره بازیگران منتخب نقره‌پوش در بازار افتریتت شدند. یکی از آنها انسو فرناندز 21 سال از بنفیکا می باشد که از برایش در بازار خونخوری است. لیورپول و چلسی علاقه کشتل به گشتلند و برای راضی نشدنش به ترانسفر آماده است که برای بازیگری خویش 2 میلیون یورو پرداخت کند. خلاص که تا حال فرناندز قهرمان در پرتغالیا می باشد. به همگان معلوم است که اکادمی های فوتبالی نیدرلند در بیزنس فوتبالی چقدر موفقند ولی بعد درخش خاصه محمد قدوس در صف گانا باز هم آیاکس می تواند نهره بلندتری در رسته های بازار کشد. از کشور لاله ها می تواند قدوسی 22 ساله به دلخواه تیم تا 5 چمپیونات جهانی کهن رهسپار شود. عزیدین اونای 22 ساله مراکشی از انژه را هرچند که بارسلونای تا به گوش غرق در قرضها خریداری کردن نتوانست، مالکان تیم‌های فوتبالی پاریس و نیوکاسل و منچستر با لندن در این جاده پروایی ندارند. برای این بازیگر حتی روبهان لستر سیتی درخواست 45 میلیون روان کردند ولی همگان تا به حال به قول خپند.
سفیان امراباتی 26 ساله از منتخب مراکش واقعا هم بازیگر است که فیورنتینا میتواند برعکس خرید الکساندر کاکارین از داشتن چنین بازیگر افتخار کند. لیورپول و چلسی با اتلتیکو احتمالاً پول آماده نمودند تا برای این بازیگر با بازوان پرقوت و شانه پهن وارد بازار شوند. خلاص تا به حال بازیگری که 51 مرتبه در جام جهان توپ را بازپس گرفته است در شهر فلورنس اقامت دارد. به سر اورتون فرصت‌های اخیر باران ناکامی به درجه ریخته کرد که هم لمپارد جواب داده شد و هم در ترانسفرها سخت کیدت شد. پیش از این باشد اورتونی لیورپول شرطنامه با سالمون رندان را قطع نمود. این حمله‌ور 0 گل در 8 بازی دارد. نفری جینگلاموی از خط دروازه منتخب مکزیکا که چون ولکان‌ها در 4 سال یک مرتبه خروج می‌کند در ایتالیا دست به کار شده است. گلیرمو اچوآ 37 ساله به صف سالرنیتانا گزارش انجام داده بود و شرطنامه هم تا تابستان سال جاری نوشته کرد. دسته سیمیانی باشد روانکنی ماتئوس کونیا را به صف گرگان از وولورهمپتون به اجاره روا دانست. در مورد ترانسفر این فوتبالباز 23 ساله جانبی گرگان صدا بلند کرد و اگر که کارها درست گیرند بازیگر میتواند در انگلیا شرطنامه تا سال 2027 امضا کند. خبر داده میشد که گزارش کونیا برای وولفز 40 یا 50 میلیون یورو ارزش پیدا می کند. اینها بودند از مهمترین موضوعهای انتخاب کرده امروز. شاد و بردم باشید.